به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. به گفتار پیغمبرت راه جو، دل از تیرگی ها بدین آب شو. بیاید این لحظه ها از گنج حکمت، از احادیث نبوی، از درس های بزرگترین استاد عالم، پیشوای فرزندان آدم، حبیب خداوند عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم حدیثی شنویم، درس آموزیم. درس در مورد انسان دوستی، درس در مورد نفع رسانی به دیگران، به مردمان. البته این گونه درس در هر عصر و زمان شنیدنش ضرور است. برای تربیه خودی، تربیه نفس، برای رسانیدن خود به زینه های کمال انسانی چنین درسی را شنیدن و به عمل آوردن شرط ضرور است در هر دور و زمانی. اما در این عصر که عصری میتوان گفت حرص و طمع و عصر خودخواهی و عصری تنها در اندیشه خود بودن است، شنیدن چنین درس اهمیت بیشتر دارد تا انسان فراتر از خود اندیشه کند، بعضا در فکر دیگران هم باشد تا انسانی کامل گردد، تا انسانی کامل باشد. این نشانه جوانمردی است، نشانه بزرگی است که انسان در فکر دیگران باشد و عکس این گفتن صحیح است به این معنا که همیشه تنها در اندیشه خود بودن نشانه نقصان در انسانگری و آدمگری است. اگر نفع کس در نهاد تو نیست، چون این گوهر و سنگ خارا یکی است. نشانه انسانیت، علامت آدمیت این است که انسان در اندیشه نفع دیگران باشد، خیرخواهی مردمان باشد و از خود فراتر اندیشه کند، و دیگران نیز خیر خواهد آنگونه که بر خودش میخواهد. این نکته عالی را از درس آدمیت پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه در احادیث خویش تکرار میکردند، تأکید مینمودند که انسان فرد کامل آن کسی است که در اندیشه نفع دیگران باشد، صرف نظر که آن دیگر کی است، کدام جنس است، چه ملت است. اینکه آدم است این کافی است که برای او خیر خواسته شود. این از تعلیمات بزرگی پیشوای مرسلان، تعلیمات والای شریعت الهی، برعکس این تعلیمات زمینی که انسان در اندیشه ربودن زمینی دیگری، در اندیشه غصب مالکیتی دیگری، در اندیشه نابود ساختن جنس خودش است. اما تعلیمات آسمانی، توصیه های الهی که به زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم توسط احادیث ایشان به امت رسیده، برعکس این حال است که در عصر حاضر به چشم میرسد. انسان به مانند درنده شده برای انسان دیگری. تعلیمات والای اسلام میگوید انسان برای انسان دیگری باید برادر باشد، غمخوار باشد. هرچی برای خودش از خیر و نیکی میخواهد برای دیگران نیز بخواهد و هر آن ناخوشی که برای خود نمیخواهد و دیگران نیز آن را هرگز نخواهد. حدیث امروز را امام مسلم از روایات ابو هریره روایت کردند که فرستاده خدا درود و پیام خداوند بر ایشان باد فرمودند: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هر آن کس که از یک مسلمان غم اندوه را برطرف سازد، خداوند عزوجل غم اندوه آخرت را از آن کس برطرف می سازد. یعنی در مقابل اینکه انسان از غم اندوه دنیا که نسبتاً آسان است، نسبت به غم آخرت و اندوه آخرت خیلی آسان است، هر کس که از مؤمن غم اندوه را برطرف سازد، خداوند عزوجل در مکافات او، پاداش او را این میگرداند که غم اندوه آخرت را از او برطرف می سازد. و من یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة. مژده دیگری و میدان دیگری برای به دست آوردن سربلندی و سعادت آخرت. هر شخصی که بر بینوای، بر فقیری، بر شخص قرضدار آسانی آرد، به این شکل که او را مهلت دهد تا اینکه
امکانیت پیدا کند قرضش رو بعداً برگرداند، فرصتش دهد، و یا اینکه ببخشد، یعنی قسمتی از اون قرض را یا کلش را، و یا یک فقیری را مقدار مال دهد، دستیاری دراز کند. خداوند برای او کار دنیا و آخرتش را آسان می‌سازد. و من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا و الاخره. مژده دیگری، دری دیگری از درهای خیر و نیکی. شخص مسلمانی را ستر نماید، با لباس بدنی او را ستر کند، بپوشاند و یا عیب او را بپوشاند، عیب جویی نکند. مکافات او، پاداش او این می شود که ستره الله فی الدنیا و الاخره، خداوند او را در دنیا و آخرت ستر می کند. سراپا عیب هستیم و به ستر خدا نیاز داریم. اگر می خواهیم خدا ما را ستر کند، باید عیب مردم را چشم پوشیم. الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. و این درس بزرگ دیگری در مناسبت با مردم، در مناسبت با اهل جامعه. درس دیگری در برآمدن از مشکلات، یعنی راه حل برای برآمدن از مشکلات خودمان. یعنی اگر می خواهیم خدا ما را کمک کند، اگر می خواهیم از مشکلات به آسانی بیرون شویم، در این جمله راه حل پیشنهاد شده. خداوند در کمک بنده است، مادام که بنده در کمک برادرش باشد. تا آنگاه که انسان در اندیشه و در سعی و تلاش و کمک رسانی برای برادرش است، برای خواهرش است، برای یک مسلمان، حتی برای یک نفر آدمی، خداوند در کمک چنین بنده است. سعدی حکیم نیز این جمله نبوی را در بیت شعر زیبا بیان نموده. میگوید تو هرگز رسیدی به فریادی کس که میخواهی امروز فریاد رس. خدا در کمک بنده است مادام بنده در کمک برادرش باشد. خب خدا نکند نفری که در سختی می افتد، در مشکلات گرفتار می شود و می خواهد خدا دست او گیرد، می خواهد خدا مشکلاتش را برطرف کند، بیندیشد که آیا روزه کار افتاده را دست کمک دراز کرده بود؟ آیا صاحب مشکلات را یاری نموده بود؟ راه حل مشکلات ما این است که مشکلات دیگران را برطرف سازیم. برآمدن از دشواری ها، از سختی های حیات این است که ما کسانی که در سختی افتاده اند آنها را یاری نماییم، کمک نماییم. الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. پروین اعتصامی این شاعره خوش سخن نیز این معنا را در مصرع زیبا گفته است. میگوید خرم آن کس که در این محنتگاه خاطری را سبب تسکین است. خوشا به حال آن بنده ای که در این محنتگاه، در این دنیای پر از مشکلات خاطری کسی را شاد کند، دست کمک به کسی دراز کند. در حقیقت بنده ای اگر ببیند که مردمان به حاجت پیش او می روند، یقین کند که مورد انتخاب خدا قرار گرفته. نه به هر کس میسر می شود که بندگان به او رو آرند و برای برطرف نمودن حاجت هایشان به آن کس مراجعت کنند. این شرف است، این نعمت است در حقیقت. یعنی این به پیش ما آمدن مردمان را باید از نگاه دیگری نگاه کنیم که خداوند ما را چنین افراد قرار داده که نیاز بندگانش در دست ماست. گرچنده که خدا نیاز بندگان را برآورده می سازد، اما به دست بندگان سعادتمنده. و در این مورد احادیث هست، آثار هم هست که خداوند بندگانی را نعمت عطا می کند و آن نعمت را در دست آنها قرار می دهد تا آن دم که آنها کار بندگان دیگر را اجرا کنند، خدمت دیگر مردمان کنند. آنگاه که خسته شوند از خدمت دیگران، خداوند آن نعمت ها را از آنها سلب می کند. بله دوستان عزیز، سنت الهی همین است، قانون خداوندی چنین است. انسان هر قدر به بندگان خدا خیرخواه باشد، به آنان نفع رساند، در عوض خداوند از کرامت دنیا و آخرت برای او عطا می کند. هر قدر دست بندگان را بیشتر گیرد و هر قدر مشکلات آنان را بیشتر برطرف سازد، خداوند مشکلات او را از سرش دور می سازد.
سعدی حکیم در بوستان میگوید یک خاری پای یتیمی بکن و خواب اندرش دید صدری خجند، همی گفت و در روضه ها می چمید که از آن خار بر من چه گلها دمید. با امید دیدار در حلقه های بعدی.